سلام. امروز اومدم تا بهتون روتین شبامو نشون بدم. چرا دوباره رفتش موزیکه و یه سری از کرم‌های جدیدی که خریدم. این سنجاقای جدید رو از سفورا گرفتم برای قرتی بازی. امیدوارم حالتون خوب باشه. من خیلی جوش زدم به خاطر اینکه رتینول میزنم و به خاطر مشکلات هورمونی خودم، اما اشکال نداره. حالا روتین شبا رو میخوام بهتون نشون بدم. اول از همه پوستمو میشورم. من از سانوفلور استفاده میکنم. از دور میپاشم کوچولو که میخوام سرمامو بزنم. پوست خشک نباشه، یک کوچولو مرطوب شده باشه. بین مراحل کرم و سرم سعی میکنم که یکم همیشه صبر کنم تا خوش بشه، بعد برم سراغ بعدی. هیالورونیک اسید میزنم، اینکلیست هستش. از پنکه دستیم استفاده میکنم که این زود خشک بشه. یک رتینول جدید خریدم به اسم پرس. این یه مارک فرانسوی هستش. یه تیوب اینجوریه و یه کلیدم توش هست که آخرش میشه اینو چرخون و تا آخرش بیاد بیرون. این به نظرم خیلی ایده جالبیه. کرم برام کلی هم اشانتیون فرستادن، کرما ویتامین C و چیزای دیگه. وقتی که داشتم سفارش میدادم ازم پرسیدن که چیا رو میخوای و همینطور یه کرم روز برام فرستادن. این خب خیلی خوبه برای مسافرت. این رتینولشه. چقدر جالبه. مارکه و اینم کلیشه. خیلی باحاله. خب من با هنوز یکم صبر کنم، چون پوست وقتی که رتینول میزنیم پوست باید کاملا خشک باشه، اصلا نه نم داشته باشه نه کرم روش باشه. حالا تا صبر میکنم. کرم ضد آفتابش هم خریدم. وقتی رتینول میزنیم هر روز صبح باید کرم ضد آفتاب بزنیم، یعنی واقعا خیلی مهمه. SPF 50 هستش و اینجوری که من خونده بودم خیلی سبکه برای استفاده روزمره است و این مثل ژل میمونه. خیلی بوی ملایمی هم داره، بوش خیلی خوبه، خیلی نرمه، اصلا حالت چربی نداره. یعنی الان من زدم انگار نه انگار کرم زدم. خیلی جالبه. خیلی کم، یه نقطه 2 نقطه برمی‌دارم. این همینجور داره میاد بالا. چشممون رو از اینجا بالاتر نمیریم، یعنی اینجا رو میزنم و گردنم حتما میزنم. رتینول که میزنی خیلی حواستون باشه. رتینول مثل کرم روزمره نیستش که بتونی اینجوری بکشیش. آدم فکر میکنه که باید بیشتر بزنه و این باعث میشه که پوستمون بسوزه. این رتینول خیلی ضعیفه برای پوستای حساسه و خودشون میگن که یه شب در میون میتونیم بزنیم، هر 2 روز یه بار. اما من خاطر اینکه پوستم خیلی حساسه، از 3 روز یه بار یا هفته یه بار میخوام شروع کنم این کرم جدیدو. یه کمی صبر میکنم این رتینولم خوش بشه، وارد پوستم بشه. همون کرم چشم همیشگی رو میزنم. تئوکسان هستش. این خیلی مارک خوبیه، مارک سوئیسیه. کم اضافهش که میاد میزنم دور لبم همیشه. وقتایی که من شبا رتینول نمیزنم از این کرم از این سرم دیور میزنم، کپتور توتال. کم بهتون نشون میدم. هنوز استفاده نکردم. 2 تا کرم جدید خریدم. یه دونه برای شب گرفتم، ریکاوری کرم. همیشه کرم مثلا چربم میزنیم بعد از رتینول، برای پوست خوبه.
واو، بوش خیلی خفیفه، اصلا خیلی بو نداره. یکم برای صبح خریدم، اینم هنوز استفاده نکردم، جدیده. فرش کلاود، ابر تازه. اینم بافتشو بهتون نشون میدم. بوش هم خیلی تازه است، برای صبح این بوش خیلی خوبه. کم از این چیزایی که برای ماساژ هست، وقتی میخوایم ماساژ بدین یا از این سنگا، گواشا، سنگ، هر چیزی، هر کاری که میخوایم پوستتون بکنیم به ماساژ ربط داره، حتما پوستتون چرب باشه، چون پوست خشک ماساژ نمیدن. مثلا یکم اینجوری با این ماساژ میدم. این سنگ فکر میکنم چشم ببره، نمیدونم به انگلیسیش میشه. الان خیلی من دیدم که مود شده یا خیلی انجام میدن، شاید قبلا هم بوده، تیپینگ هست. حالا من اینا رو آماده‌شو خریدم که این قسمت پیشونی و اینجا رو میشه شب تا صبح، نوشته 6 ساعت حداقل، حالا 6 تا 10 ساعت میشه میچسبونیم و بعد میتونیم بگیم بخوابین و فردا صبحش این چروک‌ها باز میشن قشنگ. این دو تای دیگهش که اینجا هست فکر میکنم برای گونه است، اما میشه برای گونه هم زد، چرا که نه. اما حالا امشب میخوام امتحان کنم دقیقا مثل خود عکسش توی رو پیشونی میچسبونم همش رو. یه ماسک جدید خریدم، اسمش الوه هست، توش الوه ورا، اسید هیالورونیک اسید و جلبک دریاییه. این از این قاشقا داره. روتین پوستی من تموم شد. آخر روتین پوستیتون یکم آب میخوریم. چیزی هم که میخواستم بگم، اصولا روزا سعی میکنیم که کرم ضد آفتاب بزنیم، از پوستمون مراقبت کنیم، ویتامین C بزنیم و شبا میتونیم هر چیزی که پوست رو ترمیم میکنه بزنیم. این پچهای زیر چشم بعد از 20 دقیقه برمیدارم و میرم میخوابم. اینم که قشنگ دیگه خورد و خمیر. من چون جوش دارم از این پچهای ضد جوش استفاده میکنم. اینم برای شبه، یکی برمیدارم از توش و اینجوریه و قیچی میکنم. ایوا افتاد. قیچی میکنم میذارم روی جوشام کوچولو کوچولو و میخواستم اینو میذارم تا صبح میمونه. خواستم بگم که وقتی که کرم میزنید، سرم میزنید، حتما دقت بکنید که موادی که توی کرم هستش دوبار توی کرم مختلف نباشه یا سرم‌های مختلف. مثلا توی این سرم من نیاسینامید داره، توی کرم دیگه هم همینطور. میشه یکیشو از صبح استفاده کرد، یکیشو شب. همین. امیدوارم که دوست داشته باشید. خدافظ.